چه دنیای عجیبیه نه؟ با چه تناقضات عجیبی روبرو هستیم. همش برامون سوال پیش میاد. پیدا کردن بعضی جوابا هم که سخته. مثلا میگن خدا بی‌نیازه. این که دیگه خیلی متناقضه نه؟ اگر میگن بی‌نیازه، پس چرا باید بپرستیمش؟ چه نیازی به پرستش داره؟ مگه بی‌نیاز نیست؟ اگه بی‌نیازه، چرا خودش انقدر روی پرستش تاکید میکنه؟ مگه پرستش ما چه چیزی بهش اضافه میکنه؟ خب عجیبه دیگه. اما حالا بریم سراغ جوابش. خدا محتاج پرستش کردن ما نیست. ما محتاج پرستیدن اوییم. او بی‌نهایت ها را آفریده. برای ما خوبه. چرا؟ چون وقتی ما در برابر او خم میشیم، در واقع از بار سنگین خودپرستی خودمون کم میکنیم. عبادت برای خدا مثل سوختن شمع نیست که چیزی ازش کم کنه. مثل تابیدن نور خورشیده که هرچی بیشتر میتابه ما روشن‌تر میشیم. پرستش برای خدا نیست، برای ماست تا از غبار تکرار، قدرت، حرص و ترس پاک بشیم. پس راز عبادت این نیست که خدا دنبال تحسین ماست، بلکه اینه که ما توی آینه پرستش او خود واقعیمون رو پیدا میکنیم. در واقع خدا نمیخواد دیده بشه، میخواد ما چشم پیدا کنیم. پرستش تمرین دیدنه، نه برای او، برای ما که فراموش کردیم از کجا اومدیم و به کجا میریم. اگر دنبال حقایقی هستید که هیچ کجا پیدا نمیشه، کانال ما رو دنبال کنید و با لایک و کامنت خودتون ما رو در ادامه کار یاری بدید.